امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر کولاب بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 را مورد استفاده قرار دادند. بینای نوی تعلیمی در دهه سنگپر دهات زیرکی شهر کولاب از 2 آشیانه عبارت بوده. در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با جلب مبلغ‌های بودجتی ساخته شده است. مساحت عمومی زمین مکتب 1.75 گکتار را تشکیل داده. خود بینای تعلیمی در مساحت 748 متر مربع بنیاد یافته. برای به تحصیل فرا گرفتن 640 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات 40 متخصص به حیث آموزگار با جای کار و معاش خوب تامین شدند. درگاه نوی معرفت دارای 12 صنفخانه از جمله خیمیا، فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی، تعلیم مهنت در علاهیدگی برای دختران و پسران، کتابخانه با تالار خوانش و 4 حجره کاری می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با شرایط معاصر تعلیم و تربیه نسل نورس در بینای نوی تعلیمی آموزگاران و دیگر مسئولان را جهت بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و تربیه خوب آنها در روحیه وطندوستی و افتخار ملی هدایت نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح بینای زمانوی تعلیمی را برای ساکنان دهه‌های سنگپر و بهارستان شهر کولاب تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده خوانندگان و آموزگاران را برای استفاده پرثمر امکانات مساعد تعلیمی هدایت کردند.